تایتانفال 2 بیقول که بهترین بازی شوتر نسل کنسول است. با انتشار نسل 8 کنسول های سونی، مایکروسافت و هر یک از کمپانی ها به نوبه خوب بازی متنوعی برای جلب نظر و توجه بازیکنان ارائه کردند. در جبهه مایکروسافت اما گروه کارکشی در پشت پرده در حال مذاکره برای انتشار یک بازی انحصاری کنسول قدرتمند بودند. این بازی میتونه هم انفرادی و هم چند نفره بازی کنه. یکی از نکاتی که حالت تک نفر و چند نفر تایتانفال 2 را قدرتمند میکنه گیم پلی روان اونه. پرش از رو دیوار و لیز خوردن بر روی زمین ها باری دیگر تایتانفال 2 را برگشته و تقریبا بخش عظیمی از روند بازی تشکیل میدهد. به صورت مکرر باید از روی دیوار به دیوار دیگری بپرید که البته گاهی از خود میپرسید که چرا سازندگان تا این اندازه به موضوع پرش تکیه کردند. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو لایک کن و چنل رو سابسکرایب کن.